طالبی آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من هستید و جای اول رو اشغال کردید. اون مکافات پولی رو که گرفتید سر و صداهاست که شما صاحب دو حجره خانه و صاحب دستگاه ثبت آواز گشتید. این راست است تا کجا حقیقت دارد؟ کاش راست میشد. نه البته این آوازها نادرست است. این خیلی نیست. یعنی که یک شوخی دوستان بود در عرفه جشن سال نو. در این آزمون کدام آهنگ‌ها رو آنجا شما اجرا کردید؟ از ایجادیات خودتان بود یا اینکه از دیگر آهنگسازان بود؟ آهنگ‌های خودم بود، چطوری که به شما نیز معلوم بود. من شاگرد یکی از کمپوزیتوران محبوب کشور شادروان شهرت اشرف هستم و شاگرد استاد سنگالی حمیدزاده هستم و از پروفسوران و هیئت آموزگاران دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت خیلی درس‌های کمپوزیسیون را آموختم به مانند اصلدین نظامов، استاد شیر محمد حبیب و دیگر کمپوزیتوران، حسن پیرов. من از همه این استادان صنعت من درس کمپوزیسیون، یعنی که درس ایجادکاری رو، درس گرمونیا رو، درس سالفیجیو نواختن ساز موسیقی فورتپیانو از همه این استادان من آموختم و کوشش میکردم که در همین آزمون در ژانر اکادمی برآمد کنم و غالب آزمون کردم. مهنت‌های جدی کردم و در دور اول سرود دوشنبه ایجاد کردم، ساز فورتپیانو با هم‌آوازی سلیست. در دور دوم باشد سرود وطن ایجاد کردم، سلیست با هم‌آوازی کوارتت سیمفونی و در دور جمهوریوی نیز خیلی یک آهنگ با تنتنه، یعنی که در ریتم مارش ایجاد کردم و اوریانو تاجیکستان شعر از استاد محترم حاتم بود و این اثر رو سلیست با هم‌آوازی ارکستر سیمفونی اپرا و بالتی به نام استاد صدرالدین عینی و با دریژور انور شاهی مرادوف خیلی در سطح بلند اجرا کردند که اعضای حکمان این آهنگ رو نسبت به دیگر آهنگ ها خیلی خوب قبول کردند، خوش قبول کردند، بغیر از آنی که آهنگ رو گوش میکردند و هر یک نفر رو دعوت کرده صحبت، یعنی که فردی امتحان فردی میگرفتند و همون اثر رو از من پرسیدند که مثلا در کدام تنل نوشته شده است، چند چاریک است و کدام سازها مثلا چقدر دیاپازون دارد، دیاپازون ارکستر چقدر است. به همه این سوال ها من جواب دادم و آنجا استادان خیلی برجسته بودند در اعضای حکمان. همه این رو یعنی که از الک گذرانده بعداً بهاگذاری کردند.